خیلی خوب، بذارید یه کار قشنگ دیگه از برای بچهای بیرجند رو بشنویم. کار قشنگی که آماده کردن برامون در این شب میلاد. اجازه بدید یک بار دیگه من میلاد حضرت علی علیه السلام رو خدمتتون تبریک بگم و ازتون دعوت بکنم که این کار قشنگ رو به اتفاق ببینید و بشنوید. بفرمایید. خواهش سلامی بر شما شیرین تر از قند، از استان خراسان شهر بیرجند جان. همه شهر و دیارش دلپذیر است، ای زرشک و زعفرانش بی نظیر است. به بیرجند سه گداره ای یار گل من، از اینجا تا به بیرجند سه گداره ای یار گل من. گداره اولی نقش و نگاره، به خدا یار گل من، به خدا یار گل من. دومی مخمل بپوشم ای یار گل من، گدار دومی مخمل بپوشم ای یار گل من. گدار سومی دیدار یاره، به خدا یار گل من، به خدا یار گل من. عزیزم بلولیم بلولیم ای یار گل من، عزیزم بلولیم بلولیم ای یار گل من. ستم با ما نکو که رفتنیم، به خدا یار گل من، به خدا یار گل من. دلم مایه که در بیرجند باشم ای یار گل من، دلم مایه که در بیرجند باشم ای یار گل من. تو جایی در میان بنده باشم، به خدا یار گل من، به خدا یار گل من.
دستتون در نکنه. هممون لذت بردیم، ولی چه کیفی کردن های پاکنیت اونایی که یه رگ بیرجندی دارن اینجا. تشویق کنید خودتون رو، خواهش میکنم. آقا ما هم کیف کردیم که رگ بیرجندی نداریم. جانم ما هم کیف کردیم رگ بیرجندی. آره میگم هممون لذت بردیم، ولی امیر عابدپور بود بچهای تصویربرداریمون اومده بود میگه همشهریای منن، همشهریای منن. ما همه افتخار میکنیم بهش. دستشون در نکن. میگم برای بچه‌ها همینجا بمونید، استقبال خیلی خوبه. دو سه شب دیگه هم برنامه داریم، در خدمتتون باشیم. میکروفونشون رو باز میکنید؟ دوست داشتم که سلام عرض کنم خدمت همه میهمانان حاضر در این جلسه و همه بینندگان خوب برنامه شما از شبکه زیبای هامون و متشکرم. سلام مردم خراسان، چون من خودم اصالتا تربت جامی هم ساکن بیرجند. سلام مردم خراسان رضوی، سلام حضرت امام رضا رو و سلام مردم بیرجند نگین شرق ایران. شبکه خاوران رو تقدیم کنم به همه شما خوبان. و متشکرم ازتون، خیلی خیلی ممنون.